سوره قاریه یعنی کوبنده در مکه مکرمه نازل شده است و از 11 آیات عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. القارعه. قارعه روز است که دلها از حول آن کوبیده می شوند. ما القارعه. چیست قارعه؟ وما ادراک ما القارعه. و تو چی دانی که قارعه چیست؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. روز است که مردم همچون پروانه های پراکنده خواهند بود. و تکون الجبال کالعهن المنفوش. و کوه‌ها مانند پشم زده شده با حلاج پریشان کرده شده خواهد شد. فاما من ثقلت موازینه. اما کسی را پله نیکی های ترازویش وزنین باشد فهو فی عیشة راضیه. پس او در جنت در زندگی پسندیده باشد. و اما من خفت موازینه. و اما هر کسی را سبک شد پله نیکی های ترازویش فامه هاویه. جایگاهش در هاویه است. و ما ادراک ما هیه. و تو چی دانی که هاویه چیست؟ نار حامیه. آتش بزرگ و بسیار گرم و سوزان است.